گوشی علی آقا رو در آوردی از شارژر، دست درد نکنه، دمتون گرم. اون چکش منم میدی. زحمت شما کشید. علی آقا ببخشید، جسارت نباشه، رو راست صادقانه به عنوان یه دوست عزیزی که من خیلی ارادت دارم خدمتش و ببخشید یه لحظه صدای دار زنگ بزنم که اذیت نکنه. چرا؟ خدمتت که دیگه چه خبر؟ دربارش چی صحبت می‌کردیم؟ درباره گوشی. کانتکتاشو که داری؟ کانتکت داری که توش حالا داستانه که آره ولی گوشی خودم بیشتر خود کنم. دقیقا طبیعیه. یعنی میزدم دندونات بریزه پایین محمد. پایین هریانی تا چک نکرد. آره اصلا رو دراسته نشد. چه کاریه نه؟ این بد بود. چرا حالا؟ در مورد عصبانیت سوال که می‌خواستم یه لحظه تست کنم ببینم که شدت عصبانیت یعنی اصلا حرفشو نزن. خیلی دوستم داشتی که نه چه ربط داره؟ میزدی گوشیمو میزدی که میترکوندمت الان. یادت اول با آب جوشش کپ کردم این لحظه دیدم چرا این کارو میکنی. ما خیلی تو زندگیمون محمد استرس زیاده، از جمله فوتبالیستا. تو 90 دقیقه قبل بازی، شب قبل بازی استرس داری، فرداش داری. این استرس 100% رو تاثیر میذاره، هم روی صورتت، هم پوستت، هم مود. که خیلی وقتا برای خود من حالا داریم میبینیم، علی کریمی هم داریم میبینیم دیگه، استرسایی که تو صورتش هستش یا تو موش بوده. خب تو یه دوره‌ای خب من ریزش مو هم داشتم دیگه. خب من استفاده کردم ازش، هم این همون مکملی که بغل شامپوهاتونه، پکیج کامله. تجربه خوشایندی خیلی آره خیلی برای ریشام هم خوب بود دیگه. به ریشات هم زدی؟ جدی؟ شاید اگه ریزش مو داشتم روی بالشم صبح که بیدار میشدم الان واقعا گوشش میکرد ندارم الان بزنم تخته نریز موامالا. این که استفاده میکنه خودت بعد اینکه از حمام میای بیرون اون فرشی موتو میبینی داری دست میکشی روش، برای مو مثل دندون میمونه محمد. یکی دیدی وقتی صحبت میکنه دندوناشو نگاه میکنی تو ذوقت میزنه. یا یه آدمی دیدی که هر کاری میکنه، از رفیقای خودمون زیادن دیگه، از اینجا مو رو میارن میذارن اینجا بعد یه باد که میخوره دیدی رو حواس اینجوریه قشنگ مثل شانه به سر میشه. ولی خوبی اینه که این محصول رو تو میتونی محمد برگردونی اگه راضی نباشی باید پولشونو بگیرن. خیلی از شرایط یا خیلی از جوابا رو هنوز نگرفتید با صحبت‌های تکوینی که ما کردیم. یکو بفرستید به 105040. مطمئن باشید که بهتون کمک میکنن. هر سوالی هم داشته باشید در خدمتتون هست.